فکر نو. فکر نو. برنامه برای رویا پردازان شجاع و سازندگان آینده از سلام وطندار 98.9. با نام و یاد خداوند اندیشه و آگاهی. سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز رادیو سلام وطندار. امید دارم که حالتان خوب باشه. به یکی از دیگر برنامه های فکر نو خوش آمدین، جایی که نگاه ما را به خلاقیت جوانان و ایده های نو می دوزیم تا ببینیم چه قسمی می توانیم با افکار تازه بنبست های کهنه را شکست بدهیم. و امروز قرار است روی موضوع مهم صحبت کنیم. موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم در مورد اهمیت بازسازی و نوسازی سیستم های اقتصادی افغانستان است. شنوندگان عزیز، به نظرتان چقدر مهم است که سیستم های بانکی، سیستم های صرافی، حوالجات ساده‌تر و راحت‌تر شوند؟ شما گاهی در هنگام گرفتن حوالجات یا در بانک ها در هنگام اخذ پول یا تحویل دهی پول با مشکل مواجه شدین؟ از تجربه هایتان بر ما بگویین تا بیشتر از شما بشنویم. قرار است برنامه امروزی را با همکار خوب و همکار همیشگیم حلیمه نظری یک جا به پیش ببرم. بله هموطنان عزیز، همانطوری که همکارم هم اشاره کرد، برنامه فکر نو از آغاز شده. میتونین تماس بگیرین، ما دوست داریم بیشتر شما در برنامه های ما سهم بگیرین. و قسمی که سودابه هم گفت، امروز قرار است که ما در برنامه فکر نو در ارتباط به اهمیت بازسازی و نوسازی سیستم های اقتصادی افغانستان صحبت بکنیم. بله شنونده‌های عزیز، در سالهای اخیر فناوری‌های نوی نقش بسیار مهم را در تحول و بازسازی سیستم‌های اقتصادی کشورهای مختلف داشته. افغانستان هم در مسیر بازسازی اقتصاد خود نیازمند بهره‌گیری از نوآوری و فناوری‌های مدرن است. در این برنامه قصد داریم با حضور کارشناس اقتصادی نقش فناوری را در بازسازی و نوسازی سیستم‌های اقتصادی افغانستان بررسی کنیم و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو را شناسایی کنیم. بله عزیزان دل، طبق روال همیشگی ما در برنامه فکر نو مهمان داریم و مهمان ما هم ما میزبان محمد عیسی مبارز، کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. سلام، صبح شما بخیر آقای مبارز، خیلی خوش آمدین. علیکم السلام. خب ممنونتان آقای مبارز از اینکه بر ما فرصت دادین و در برنامه حضور داشتین. یک جهان سپاس. خب قسمی که ما به هموطنان عزیز ما گفتیم، امروز ما قرار است در ارتباط به نوسازی سیستم های اقتصادی افغانستان صحبت بکنیم، از اینکه چقدر میتونه که برای رشد اقتصاد کشور نقش داشته باشه. بیاین بحث ما را از اینجا آغاز بکنیم. به نظر شما بازار صرافی در افغانستان چی نقش در اقتصاد کشور داره و تا چی اندازه ساختار آن همچنان سنتی باقی مانده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای دری صاحب و تمام همکاران شما و شنونده های رادیو شما. طوری که شما هم فرمودین در مورد فناوری ها و اپلیکیشن های نو و جدیدی که باید در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره و مردم میتوانست که تمام کارهای خود را طوری که ما و شما میبینیم در تمام جهان از این استفاده میشه و میبینیم که کارهای آنها بسیار به سرعت و خوبتر به طور مناسب و بدون کدام فساد صورت میگیره. میایم در اینجا بالای از این گپ بزنیم که صرافی در افغانستان یک قدامت تاریخی داره. میبینیم تمام کارهای مالی افغانستان به توسط صرافی انجام شد. اگر ببینیم در آخر در دولت پیشین بانکداری بسیار پیشرفت کرد. دیدیم که همون سیستم‌های مدرن در بانکداری مهیا بود و مردم هم میتوانست که از تمام از ATM و از ماشینالات بسیار پیشرفته هم استفاده صورت گرفت و سیستم افغانستان، سیستم بانکداری افغانستان با سیستم جهان هم یک نواخت شد. خب بنابر مشکلات و دولتی که
از بین رفت و دولت جدید به میان آمد. ما شما دیدین امی صرافی ها بود که تمام معاملات مردم دوباره به اساس سنتی میبینیم تمام کارهای مالی را اینمیا انجام دادن. تمام سیستم بانکداری امروز محدود است و معلق است، هیچ نمیتونه که از پول از یک جا به جای دیگه انتقال بده. در اینجا ما میبینیم که تمام کارها اینمی صرافی هستند که پولهای مردم از یک جای به جای دیگه و از تجارا و از بازرگانایی که صادرات واردات دارند، تمام صادرات واردات به اساس کارها و یا از اینمی صرافی ها انجام شدن. این شاهدی از ما شما هستیم و بعداً باز ما میایم که چی مشکلات داره، چرا امی صرافی ها بسیار پیشرفت نکرده و امی صرافی ها چطور امی اعتبار خود در افغانستان باقی مانده. باید بالای از اینجا بزنیم چون صرافی ها بسیار یک اعتبار و یا جایگاه خاص را در افغانستان دارد و مردم هم بسیار اعتبار داره بالای ازی. طوری که ما میبینیم اما کارهایشان به طریقه سنتی به پیش می رود. هیچ وقت تا بال او اپلیکیشن ها یا اپایی که در جهان در بخش مالی و یا تجارتی استفاده می شد او در افغانستان نمیشه. خب به نظرتان مشکل اساسی در چی آقای مبارز؟ اول خویی است که اگر ما شما میبینیم تمام تعلیم تربیه افغانستان بسیار در سطح پایین قرار دارد. این بسیار یک مشکل بزرگ است. ببینید اگر امی سطح تعلیم و تربیه هر چقدر پایین باشد به مو اندازه تکنولوژی خوبتر پیش نمیره. اگر مثلا ما شما ببینیم که اگر مردم میره برای مکاتب مراجعه میکنه در اونجا درس میخوانند، میبینیم که سطح تعلیم و یا امو کاریکولوم تعلیم تربیه به کدام اندازه ترتیب شده. یعنی مو سیستم ما شما آیا با سیستم جهان برابر است یا نیست؟ امروز در جهان تمام شاگردان و یا محصلین در داخل پانتون و یا خارج از پانتون از سیستم های استفاده میکنن که در افغانستان تا بال مردم با او شناسایی هم ندارن. باید در مکاتب ما شما امی کاریکولوم جور کنیم که چطور مردم با تکنولوژی آشنایی پیدا کنند، چطور ما میتونیم که اینمی مشکل را که امروز ما داریم با این مشکل دیگه مواجه نشویم. اصلی بحث ما اینمی است که باید تعلیم تربیه ما شما پیشرفته تر شود. این با سیستم تکنولوژی عیار گردد. استادای ما شما باید با سیستم تکنولوژی بفهمند. اگر مثلا استاد ما شما نمیفهمه، باید بر استادا ما شما اینمی قسم یک استاد دیگه برنامه‌های آموزشی برشان ایجاد کنیم برگزار شود و با شاگردا هم باید یک صنف یا مضمون جداگانه برای ازی برابر شد. اگر در کاریکولوم جابجا شد به مو اندازه مردم افغانستان با سیستم تکنولوژی عیار میگردد و باز میتوانیم که ما شما پیشرفت کنیم. ما در سالهای اخیر آقای مبارز شاهد ازی بودیم بیشتر نوآوری و ابتکارات که از طریق جوانان صورت گرفت خارج از نهادهای رسمی بود در سیستم‌های اقتصادی. حالا به نظر شما چی عامل موجب شده که نهادهای رسمی کمتر در این عرصه‌ها پیش قدم باشند؟ خب اول خویی ما میگیم که در سیستم افغانستان بسیار بوروکراسی است. در اینجا اگر ما شما کاریکولوم تغییر میتیم باید چی چیزا باید در نظر گرفته شود. آیا استادایی که امروز در سیستم موجود هستند و یا اینمی تعلیم تربیت در دست آنها قرار دارد، آیا اینها خودشان میفهمند با این تکنولوژی یا نمیفهمند؟ و دیگری که مردم افغانستان بسیار زحمتکش هستند، بسیار کار میکنند تا از یک راه امی سیستم جدید اینها با سیستم جدید آشنا شود. ببینید شما نه کدام نهاد رسمی داخلی و نه خارجی با اینها همکاری کرده. شما شاید از این نخواهد باشین که در افغانستان یک کورس آموزشی فری یا مثلا بدون پول برای اینها برابر شده باشه و اینها درس خوانده باشن و بعداً با یک سیستم جدید اینها آشنا شده باشن. خب ما میبینیم امی مردم است، امی جوانا هستند و امی ما شما هستیم که با یکی دیگر تبادل نظر کردیم، توانستیم امی سیستم آنلاین بازرگانی را که امروز ما در افغانستان میبینیم، امی تجارت آنلاین که برش میگه، اینمی مردم خصوصی ساز یا مثلا افرادی که نه در شرکت بودن و نه با دولت مراجعه کردن، اینمی توانستن که یک سیستم بر خود ایجاد کنند، با این سیستم آشنا باشند و با مردم سهولت ها را
حیا بسازن و توانستند که اکثر اجناس امروز ما شما که خریداری میکنیم با سیستم آنلاین خریداری میشود. اینمی یک ابتکار است و ما میخواهیم که ابتکار با اساس نوع سیستماتیک مبدل شود. برای ازی باید جواز داده شود، برای به خاطر ازی سهولت‌های دیگر ایجاد شود، مراکز رسمی جور شود. شما ببینید در کشورهای دیگر ببینید اما شما میگیم آمازون است و یک اپلیکیشن های بسیار بزرگ جهان است که بسیار مثلا ما اگه بگیم همین فیسبوک است، تیک تاک است و یا یوتیوب است، اینمی هم اعلانات مردم اینمی هم میتونند که نقش در تجارت داشته باشد. خود در اینجا مهم گپی است که چرا ما شما برای می سیستم رو نمیبریم؟ چطور امی دولت مردم متوجه بسازد که اینمی سیستم برای مردم یا تدریس بده و یا بر خاطر ازی کورسای آموزشی را ایجاد کنند. و اگر دولت نمیتواند باز با مراکز خصوصی که ما میخوان یا سکتور خصوصی که آنها میخوان که در می بخش به مردم ایفای وظیفه کنند و جوانان را تعلیم تربیت بدن، باز میتونیم که این سیستم ما شما بسیار پیشرفته تر شود. بله، ممنونتان. شما آقای مبارز در مورد اهمیت فناوری گفتین که چقدر نوآوری ها سبب شده سهولت بر مردم ایجاد شود، حتی از تجارت های آنلاین گفتین. حالا به نظر شما با توجه به شرایط فعلی افغانستان چه عامل جوانان را به سمت نوآوری سوق میته و همچنان این نوآوری ها به نظرتان چی تأثیری میتونه روی اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ حیدري صاحب موږ به دې ته دوه هغه ته ډېر فکر وکړو چې کله تاسې وګورئ دغه کله چې جهان پرمختللی کیږي هلته دغه سیستمونه تغییر کوي. د سیستم د تغییر سره ډایرکټ دلته دولت هم سره تغییر کوي. خو موږ تاسې به دا نه وایو مشکلات دي په افغانستان کې، افغانستان له مشکلات سره مخامخ ده. دغه مشکلات دي چې نن موږ تاسې وروسته پاتې یو. د دغه مشکلاتو په اساس باندې نه دولت وکړی سو او نه خصوصي او نه دغه مکتبونه سي خصوصي جوړ شوي دي، دا پوهنتونونه سي خصوصي دي، دوی هم نه سو کړلی چې دغه خلکو ته تغییر ورکړي. دا درسته ده چې اوس موږ تاسو داسې وایو چې ظرفیت خو نشته، صحیح ده، ظرفیتونه ورک دي، ظرفیتونه وتښتېدل یا به ظرفیتونه پاتې دي یا ظرفیتونه توجه نه ده شوې. که څه هم ده هغه ظرفیتونه هم په خپله دوی خپل هم مشکلات لري. ښه ته اوس وګوره یو خصوصي مکتب ده، ته د خصوصي مکتب ټول هغه تقسیم اوقات وګوره، ته د هغه مضامین وګوره چې دا مضامین پرمختللي دي او که نه وروسته پاتې دي. موږ اوس هم هماغه تی تور او تی توپک کې پاتې شوي. دغه تی تور او تی توپک او موټر کې دنه به تیر سي، ته باید اوس زده کړې چې موټر څنګه جوړیږي. اوس خلکو موټر په الکترونیکي توګه تغییر کړی. اوس موټر تیل نه خوري، اوس موټر چې له سولر نه استفاده کوي، له لمر نه استفاده کوي، له باد استفاده کوي، له انرژۍ نه استفاده کوي. ښه ته دې ته وګوره موږ تاسې تر اوسه پورې ټایر نسو جوړولی. موټر به په دې رقم به سره هم تغییرو. نو د دې لپاره دا نه وایم چې موږ تاسې ټول مشکلات په خپلو ځانونو باندې واړو. دا یو مشکل دا ده چې جنګونه دي، بدبختیانې دي، د خلکو وضع خرابه ده، اقتصادي حالت خرابه ده. خو که چیرې موږ تاسې ډېر کوشش وکړو لکه څنګه چې دغه خلک وینئ، لکه تاسې موږ دا ټول وګورئ، ټول په دغه تلیفونونو کې اپلیکیشنونه دي، پروګرامونه دي، دا ګورو. څومره چې پر دې باندې فکر کیږي په همغه اندازه باندې باید موږ تاسې پرمختګ وکړو. د موږ تاسې دولت باید تغییر وکړي، د موږ تاسې خصوصي مکتبونه پوهنتونونه تغییر وکړي. دا نه وي چې په همغه حالت باقي پاتې شي. کله چې موږ تاسې د خپل دغه ډیپلومونه یا کوم اسناد چې دي که خارج ته لیږو د مقایسې لپاره هغوی موږ تاسې نه بعضې امتحانونه اخلي. باید له دغو امتحانونه خلاص باید موږ تاسې مستقیم داسې وکړی سو په دې درجه باندې باید فارغه سو چې هلته کله د اسناد لیږو باید هغوی موږ ته چی راکړي، هغوی موږ ته هغه په یو وس کې راتووایي چې د تاسې درجه د تایید وړ ده. بله واقعا. و در این قسمت برنامه میریم گزارش را که همکار ما مریم مقدس در مورد یک جوان ما به نام عبدالرحمن پوپل که اپلیکیشن بر صرافهای ما ساخته است با همدیگر یک جا میشنویم و دوباره برمیگردیم. تحول دیجیتال، داستان موفقیت جوان مبتکر از کندوز. عبدالرحمن پوپل از جوانان خلاق و پرتلاش افغانستان
با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه تکنولوژی اطلاعات گام‌های موثری در دیجیتالی سازی خدمات مالی و توسعه نرم افزارهای کاربردی برداشته است. او با تأسیس شرکت عرفون و توسعه سیستم‌های نرم افزاری به ویژه سیستم حسابداری تغییرات چشمگیری در عملکرد صرافی‌ها و کسب و کارهای خدماتی ایجاد کرده است. او در گفتگو با سلام وطندار می‌گوید که فعالیت حرفه‌ایش را با طراحی 3 نرم افزار آموزشی آغاز کرده است. نخستین نرم افزار او قاموس 3 زبانه بود که با آموزش لغات اختصاص دارد. همچنان کلام کانورسیشن برای یادگیری مکالمات روزمره به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی طراحی شده و سیستم حسابداری اگزاک نرم افزار جامع و مطمئن برای مدیریت مالی صرافی‌ها و کسب و کارهای دیگر است. در بخش تکنولوژی اپلیکیشن ها را ایجاد کردیم که اول اپلیکیشنی پشتو، دری و انگلیسی یا قاموس به نام قاموس بود. دوم کلام کانورسیشن به خاطر محاوره انگلیسی پشتو و دری تا محصلان یا انگلیسی را با آسانی یاد بگیرند. و در قدم سیوم آل سیستم حسابداری اگزاکت. عبدالرحمن می افزاید که در دوره دانشجویی هنگام دریافت حواله‌های مالی از سوی خانواده با چالش‌های جدی در روند کاری صرافی‌ها مواجه شد. این تجربه روزمره انگیزه برای طراحی یک سیستم حسابداری شد که بتواند فعالیت‌های روزمره صرافان را به صورت دیجیتال و ساده مدیریت کند. سیستم حسابداری اگزاکت یک سیستم حسابداری کامل، امن و آسان است که صرافا ازشان زیادتر استفاده میکنند. در دوران محصلی وقتی که پیش از فامیل برای ما حواله می آمد و پیش صرافا می رفتیم، اما حواله را اجرا می کردیم، بسیار زیاد وقت می گرفت، بسیار زیاد وقت گیر بود. باز هم وقت چندین صرافا رفیق ما شده، برشان گفتیم که اگر براتون یک سیستم حسابداری بسازیم که کاری روزنامچه، حوالجات و کارت‌های تان کامپیوتری شوه، آسان‌تر شوه. باز اونا گفت امکان داره. باز بعد از فراغت در قدم اول سری همی جور کردن همی سیستم اقدام کردیم. شرکت عرفون هم اکنون در حال توسعه چندین سیستم نرم افزار جدید است که از جمله آنها می توان به سیستم حسابداری تخصصی برای بانک ها، دیجیتالی سازی نسخه نویسی برای دکتران و کلینیک ها و پلتفرم های مدیریتی برای نهادهای کوچک و متوسط اشاره کرد. ما چندین ایده دیگه داریم. یک از ایده بعدی ما یک سیستم حسابداری به خاطر بانک هاست که به احتمال زیاد صرافایی که امروز همین سیستم اگزاکت استفاده میکنن یک پرو ورژن اگزاکت هستن. دیگه ایده ما به خاطر در بخش صحت هستن که به خاطر دکترها باشه، دکترها بتونه با آسانی نسخه های خود توسط سیستم نوشته بکنه. اما مریضی هایی که داره، همین مریض ها که داره مشتریانشان که مریض ها هستن، هر بار برای دوم که پیششان بره برشان معلوم باشه که برای قبل برشان چی دوا داده بودیم، این بار برشان چی دوا باید داده شود. و همچنان لیبارترین که استفاده میکنه در لیبارتری برشان هر وقت معلوم می باشه که در لیبارتری کدام تستا را کردیم و کدام تستا را میکنیم. و کسی که امو سیستم هلت ده دواخانه های خود استفاده کنه برشان معلوم میشه که کدام دوای ما نیرلی اکسپایری است، امروز چقدر فروشات کردیم، چقدر نقص کردیم و چقدر فایده. این جوان مبتکر همچنان زمینه اشتغال برای 50 تن دیگر را نیز فراهم کرده است. او از دانش آموختگان کامپیوتر ساینس به ویژه در ولایت کندوز دعوت به همکاری میکند و میگوید ما تقریبا 50 همکاران مصروفی امی سیستم سازی و سیستم رساندن برای مردم هستیم که دفتر خود ما در قندوز هستند و برای دیگه ولایت ها باز نماینده ها داریم. در هر ولایت یک نماینده داریم. کدام مشتری که مسیج میکنن ما اولویت برای میتیم که نماینده ما فیزیکی پیششان بره، برشان سیستم رایگان نصب کنن، برشان رایگان ترینینگ بدن. بعد از این که مشتری ما کاملا راضی شد از این که سیستم مشکلاتشان حل میکنن، از کتابچه و قلم که در کارایشان در سیستم حسابداری آسان‌تر میشن، باز ما سیستم برشان میفروشیم. تجربه موفق عبدالرحمن پوپل نشان می‌دهد که با دانش پشتکار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی می‌توان نرم افزارهای کاربردی و اثرگذار را طراحی کرد که به بهبود روند کار صدها نهاد و تجارت در کشور بیانجامد.
هموطنان عزیز دوباره خوش آمدین. شما فکر نو را به طور زنده در سراسر افغانستان شنونده هستین. گزارش بود از همکارم که با هم دیگر شنیدیم و ما امروز در برنامه فکر نو مهمان داریم. ما میزبان آقای مبارز هستیم در برنامه فکر نو و برمیگردیم به آقای مبارز. خب آقای مبارز، شما در ارتباط به چالش هایی که صد راه صرافان در قسمت استفاده از تکنولوژی بود صحبت کردین. حالا بیاین در ارتباط به این صحبت بکنین مفصلا که مهمترین موانع موجود بر سر راه بهره‌گیری از فناوری در اقتصاد افغانستان در چیست؟ اول خب ما میبینیم که تمام صرافانی که امروز از اپلیکیشن ها استفاده میکنه و یا میخوان که با اپلیکیشن ها رو ببرن و در اونجا سیستمی است که چطور ما امی صرافا را اول تدریس بدیم. بله. به خاطر از این با این آشنا بسازیم، به خاطر از این بفهمانیم که از اینمی سیستم یا از اینمی فناوری در اقتصاد چی نوع استفاده صورت بگیره. بله. اقتصاد ما شما چطور رونق پیدا کنه. میبینیم اقتصاد ما شما روز به روز با اقتصاد خود با اقتصاد کشورهای دیگه با کشورهای همسایه خود اگر ما شما مقایسه میکنیم میبینیم که اقتصاد ما شما با مشکل بسیار بزرگ مواجه هستند. یکی خوی نیست که ما بگیم اول ای باشه که ما تولید نداریم، ما شما فعالیت های داخلی نداریم، ما انکشاف ما شما بسیار نظر به انکشاف که ضرورت است، مردم برش ضرورت دارد و ساحات که در اونجا ما شما میخوایم که در اونجا ما شما فعالیت داشته باشیم و پیشرفت داشته باشیم برای چی ضرورت است؟ بله. اگر میبینیم اینمی سیستمی که امروز موجود است، اینمی شبکه‌هایی که امروز در بخش فناوری اینها ایفای وظیفه میکند و وزارت تکنولوژی مخابرات که میخواهند که در امی بخش مردم را بسیار تدریس بده، رشد بده. در اینجا چی به خاطر از یا ضرورت هستند. اگر اقتصاد پیشرفت میکنه، امروز اقتصاد به اساس سنتی پیشرفت نمیکنه. بله. تولید اگر ما شما تولید داشته باشیم، تولید ما شما باید به کدام کیفیت باشد. اگر کیفیت تولید ما شما شناسایی شود، باز ما میتوانیم که از اپلیکیشن استفاده کنیم و به مردم ارائه کنیم که تولید ما با اینی کیفیت است و این کیفیت اگر شما استفاده میکنین شما میتونید اینی راحتی ها را ما شما شاید شاهد ازی باشین که اینی راحتی ها را شما میبینید. ببینید در کشورهای دیگر و یا در اپایی که کشورهای دیگر در او اعلانات خود را یا تولید خود را به مردم ارائه میکنند، تمام مشخصاتش برشان ذکر میکنند. خب بدبختانه در افغانستان که از کسی که تولید میکنه و خودش نمیداند که تولید ما به کدام کیفیت است. بله. چطور جور شده، در این چی کدام مواد استفاده می شود و کدام اشخاص افراد در این کار میکند و به کدام اشخاص افراد مثلا ما شما میگیم برای جوانان است، برای کهنسالان است و برای کی است، یا برای خانم است یا برای آقایان است. این را باید ما شما بدانیم. این نیست که مثلا ما بگیم که تنها یک جنس ما شما تولید میکنیم، بگیم که جنس به خاطر تولید شد تولید افغانی است و شما میتونید از استفاده کنین، بسیار محکم است. یعنی تمام مشخصاتش باید ذکر شود. به خاطر از این ما شما هر چقدر پیشرفت میکنیم ما شما باز به تکنولوژی رو میبریم. در اینجا باید ما شما یاد بگیریم. یادگیری امروز کتاب نیست. اگر ما شما یک کتاب بگیریم، یک کتاب در این مورد بحث کرده که تمام مشکلات ها و تمام فرصت ها را در گنجانیده نشده. در اینجا ما شما میبینیم که چی چیز نوشته شده. یک متن گرفته در او مورد بحث کرده، شاید در او اگر ترجمه صورت گرفته باشد شما ببینید ما یک مشکل دیگه بزرگی را داریم. اگر در کتاب ببینید که از یک رفرنس دیگه جداگانه استفاده شده باشد و کسی که را نوشته او درست ترجمه نکرده، اگر دری باشه اگر پشتو باشه. در اینجا ما شما باید ایره باید با چی جور کنیم، چطور ایره به مردم تهیه کنیم و مردم از این استفاده کنن. امروز از این کتابایی که ما کنه داریم، این کتابا از بین رفته. ما باید از کتابای تکنولوژی و کتابهایی که از ای آی جور می شود و از او مردم استفاده کنن، او نتیجه خوبتر داره. از کتاب‌هایی که ما قبل داشتیم او نتیجه از او دیگه از بین رفته. حتی ما شاهدی هم هستیم که تکنولوژی خصوصا ای آی در چند سال اخیر چقدر غوغا کرده و پیشرفت کرده و قسمی که شما هم گفتین میتونه که واقعا تاثیرگذار باشه.
واقعا به خاطر از ببینید شما امی رادیو رو شما ببینید امروز این رادیویی که ما شما داریم شاید با رادیوهایی که در جهان موجود باشد امی مایک و سیستمش تکنولوژیش و پخش شدنش بسیار مشکل متفاوت باشد. میبینیم تکنولوژی که وا استفاده میکنه با تکنولوژیش ما شما کی چی وقت اینمی را مقایسه کردیم؟ چرا در این مورد ما شما تحلیل نکردیم؟ چرا در این مورد ما شما تحقیق نداشتیم؟ بله تماس داریم، اول تماس را میگیریم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام برادر، خوب هستین؟ صحتمند، خیلی خوش آمدین. میباشین شما باید معذرت کردم تماس شده. خوشحال هستیم تماس شما به برنامه وصل شده. ما امروز در مورد اهمیت نوسازی سیستم‌های اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم. مشکل من این بود که اما ریاست زراعت طرفدار اون زکات که جمع رو میکنن پارچه رفته نمیتن. تشکر برادر از شما. خب به شما برمیگردیم آقای مبارز. یک سوال بسیار خوبش بود. به خاطر از ما شما میبینیم اگر عشر باشد، زکات باشد و یا هر کار خوب و یا بد، مثلا ما شما نمیگیم که مالیات خوب است مثلا از مردم پول جمع کردن این خوب کار است یا بد کار است، جایگاه دیگر دارد. ما شما اگر از نظر اسلام میبینیم بازی برمیگردد به مفتی و به ملا و به اون مردمی که به اسلام بسیار آشنایی داره و یا در این مورد آنها تحقیق کرده. ما شما میایم برای زینمی که از فساد جلوگیری صورت بگیرد. بله. از فساد جلوگیری صورت گرفتن اینمی است که اینمی برادر گفت هر چیزی که عکس میشود باید دو سیستم جابجا شود. بله. به کدام اندازه کی در چی وقت. بله. اگر ما شما مثلا شما ببینین سیستم جهان ببینین در اونجا اگر کس مالیه میته در عوض مالیش برای از او مفاد داده میشود. بله. برای از او دیده میشود که نه قدر کار در این بخش انجام داده. بله. اگر ما شما مثلا اینمی سیستم اینمی مردمی که عشر میته این نامهایشان نوشته نشود و در سیستم نباشد و تمام ولایت ها خبر نشود و تمام مردم بفهمد که کی از کجا است. امروز که ما شما یک مشکل دیگه داریم که در بخش تذکره و یا در بخش اسناد حمایوی اینمی است که مردم دیتابیس ندارن. دیده نمیشه که اینمی احمد یا محمود یا حیدری یا هر کسی باشد. چطور اینمی ها چی را پرداخته؟ آیا اینمی از افغانستان است یا نیست؟ تماس را میگیریم. بله سلام علیکم. تماس شما وصل است برادر، صحبت بکنین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صحتمند بفرمایین. فریده هستم، خوار عزیزم. صدای مغور شده چه بلا. فریده جان شناختم شما را، بفرمایین. موضوع برنامه را گرفتین؟ بله موضوع برنامه تان البته گرفتیم. عمل رادیو رو روشن کردم. سلام به شما همکارایتان، همه شنونده تقدیم میکنم. دعا کنه که جور صحتمند سر حال باشیم، در پناه خداوند کریم و رحیم و رحمان باشیم. یک سلام به مهمانتان هم تقدیم میکنم. بخیر سلامت باشین فریده جان، خوشحال هستیم تماس شما در برنامه وصل شده. ما امروز در مورد اهمیت نوسازی سیستم‌های اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم. میشه شما بگوین که چقدر به نظرتان مهم است می سیستم‌های بانکی ما مدرن شوند، نو شوند؟ خوب است خوار عزیزم. این نوآوری و نوکاری و دستاوردهایی که فعلا ما در افغانستان میبینیم فضل خدا، امنیت هم خدا را شکر برقرار است. خداوند کنه میتونه پایدار بمانه، امنیت ما برقرار باشه و یک حساب سیستم بانکی نیست که بلکه تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و مردم ما و شما هم میبینیم که بسیار مکتبای خصوصی یا مکتبای دولتی هم پیشرفت کرده. چقدر شاگرد اینا بورسیه روان کردن موفق بودن در حساب درس و تعلیم خود. دیگه جوانان و نوجوانای ما رفتن دیگه امتحان گرفتن، دیگه بسیار پیشرفت داشتن و دیگه کارهای بسیار زیاد دارن. ولی بازم کوشش میکنم که همین چیزایی که کم کیفیت است، مثلا از طریق پیپسی، فانتا، کوکاکولا که چیزای بیخی پس افتاده است دیگه اینا باید گم شود. در جای ازی باید همین سیستمای پیدا شود که مثلا کمپانی ها مثل دیگه مملکت ها و کمپانی ها اینجا جور شود. از طریق همین کمپانی ها خانم ها بتانه جدا کار کنه. روزانه مردم ها امیال کلگی از بیکاری میناله
چرا ما کمپانی گلاس، کمپانی ظرف، کمپانی از این چیزا ما نداریم؟ داریم دیگه چیزا داریم، مگه همین چیزا هم باشه که همینجا کار کنیم، سرگرم باشه و همین ماشینا بیایه، همین په امریکا جور شوه، به خاطر همین که مردم دلگرم شود دیگه طرف بره. و بازم همین حساب بانکی شما که میگین اینمی بانکی است که مردم افغانستان واردات و صادراتش در تجارت در ما و شما در کل مردم بسیار زیاد موثر بوده. انشالله که موثر باشه. ممنونتان فریده جان. خدا. اگر در مورد گفته های خواهر ما کدام نظر داشته باشین از شما میشنویم آقای مبارز. قبلا هم ما گفتیم در مورد یا گفتن که جنسی که تولید می شود جنسای تمام کیفیتش، تمام محصول و یا چیزی که در این گنجانیده شده باید فرمولش نوشته شود. بله. باشه. و هم به مردم گفته شود اگر شما ایره میخورین افکتیفش مثلا تاثیراتش تاثیرات مثبتش است، تاثیرات منفیشی. و اگر شما در این وقت مثلا استفاده کنین بر شما مثلا مفادش است و اگر در این وقت استفاده شود بر شما منفی مضر است. یک چی خوب است و ما میخوایم که تولید داخلی ما شما پیشرفته تر شود. این نمیگیم که این خواهر هم این گپا گفت، ما میخوایم واقعا رونق پیدا کند و هر چیز دیگری که ما میبینیم که اگر از کشورهای دیگه وارد افغانستان بشه و او به سطح پایین باشه، مثلا گلاس باشه یا همین اجناسی که بسیار به سطح پایین میتونه مردم افغانستان می تولید کنه و سرمایه گذارا هم موجود باشن در این جمعی سیستمی که محورسازی یا سیستمی که دولت کنونی به مردم گفته این میره باید عملی شوه و مردم هم بتوانند که تولیدات داخلی ما شما خوبتر شوه و هر چقدر تولید زیادتر میشه با مو اندازه بر مردم کاریابی افزایش می‌یابد. و اگر تولید ما شما خرابتر شود و روز به روز کیفیتش خراب باشه و مردم هم استفاده درست نکنه به مو اندازه مردم هم بیکار میشه و تولید ما شما از دست میاد. مگر آقای مبارز در سالهای اخیر خوشبختانه شاید ازی بودیم که بسیاری از کمپانی‌ها در داخل خود افغانستان ساخته شد، حتی جلو وارداتی که از کشورهای همسایه و بعضی از کشورهای دیگه میشد گرفته شد در افغانستان. خوشبختانه که بعضی از کمپانی‌ها فعال است در افغانستان. خب آقای مبارز بیاین در ارتباط به این صحبت بکنیم که دولت، بانک مرکزی و اتحادیه صرافی‌ها چه نقشی و وظایفی در حمایت از دیجیتال سازی دارند؟ دې ته که موږ تاسې نظر وکړو وګورو چې آیا واقعا هم دغه کوم پروسه چې تاسې په نظر کې نیولې یا کوم موضوع مو انتخاب کړې ده د دې موضوع لپاره باید موږ تاسې څه وکړو. صحیح ده چې د افغانستان بانک د صرافیانو اتحادیه ده خپله د افغانستان بانک دوی ته څنګه باید زده کړي چې دغه وړکۍ صرافي چې نن موږ لرو دغه په بانک تبدیله کړو. دغه وړکۍ صرافي چې موږ لرو د دغه سیستم ډیجیټلي سي چې په دې کې فساد او غلا نور هغه مشکلات یا هغه تورې پیسې چې هغه د افغانستان سیستم ته راواردېږي دغه مخنیوی وکړو چې دغه مشکلات لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو افغانستان د دومره کالونه چې په جنګ کې ده د ټول د هغو مالي سیستمونو د غلطو مالي سیستمونو نه ده. نو موږ تاسې ښه مالي سیستمونه باید وکاروو، هغه سیستمونه چې ټول خلک پې پوه سي څومره پیسې څومره په افغانستان کې دي څنګه په کار لیدلي. موږ تاسې مثلا M01 M02 دا پیسې دي چې په افغانستان کې څومره ریزرف لرو، څومره په کار لیدلي، څومره خلکو سره دي، څومره بانک سره دي، څومره صرافیانو سره دي. موږ ګوره ټول مشکل باید په صرافیانو وانړو. صرافیان خپل کار له ټول نه بهتر ترسره کړی ده. بانکونه اوس نسته، لکه څنګه چې وایو بانکونه سیستمونه بند دي، خو همدغه صرافیان دي چې ټول تجارت یې په پښو درولی ده. اوس د صرافیانو لپاره باید څه وکړو؟ سیستم باید جوړ کړو. سیستمونه باید وکړی سي چې دغه صرافیان یې سبا ته دغه بانکونه سي. کله چې دغه بانکونه سي نو دوی باید ډیر ښه کار کوي. نظر دغه بانکونه چې موجود دي له دوی نه دای فرق لري. د دوی کارونه به ډیر پاخه وي، ښه به وي، ښه عواید به ترلاسه کوي او ښه راکړه ورکړه به ترسره کوي. بله، ممنون از شما. دوباره به شما برمیگردیم. شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه درام کوتاهی را که همکارای ما آماده ساختن را با هم دیگر یک جا میشنویم و دوباره برمیگردیم.
بیادر 500 میلیون دریافت کردم. اوه سرپیک ما بر نمبر میتم. یکم افغانی برام جور مشتری‌ها بیخ زیاد شده. بیادر پیسه را نخوانده میگه مورد دوباره چی کن؟ خیا سلام بیادر، یک حواله از ایران داشتم. نمبر حواله 420 از تهران است. به نوبت پیش صدایت میکنم بیادر. درست است. ببخشی نام چی بود بیادر؟ مرا تذکریت؟ احمد است نامم بیادر. اینه بگی تذکره را. احمد رحیمی، ولد حاج قاسم، باشنده قریه خورشید، ولسوالی ولایت. چقدر پیسه بود بیادر؟ 10,000 افغانی. 10,000 افغانی. ببخش بیادر، صرافی برادران خبیر است؟ بله بیادر بفرما. حواله داشتی؟ بله بیادر، حواله است از ترکیه. خب همینجا در نوبت پیش صدایت میکنم. او بیادر ما چند دقیقه میشه که منتظر هستیم. چرا ما حواله نمیخوانی؟ ایکندر یک حواله است ایمانی؟ یک دقیقه بیادر، به همه نوبت میرسه. ما ای که دیر ایجاست 6 است، یک دفعه شما صدا نکرد. صبر کو بیادر، صبر کو، نوبت میرسه. این پیسه هم بیادر بتم. ببخشید بیادر، یک چیزی میخواستم. صبر بیادر، پیسه می آدم بتم. ما بیادر 10,000 خودت. خب چی میخواستی بیادر بگویی؟ بخیر باشه بیادر. یک چیزی، یک مشوره داشتم امروز شما. خب بگو چی مشوره داشتی؟ ببخشید یک دقیقه لالا این شبیه بسیار کنه است. یک داد نوشه بتین ایره نمیگیره کسته بود. ما بیادر این دوتا نوشم از تو باشه. بخیر باشه. خب بیادر خودت چیزی میگفتی؟ این کار شما بسیار زحمت کار داره رفیق. هر حواله را از این کتابچه در او کتابچه بگی نوشته که مشتری ها منتظر میمانن. باز این شو چقدر حسابش برای شما زحمت کار داره. وقتت ضایع میشه، مشتریت منتظر میمانه، خودت سر خودت زحمت زیاد کار داره. چی کنم خیلی بیادر، از قدیم اینمی کار ما اینمی قسم است دیگه. از این کتابچه به او کتابچه تیر کو، از او کتابچه به او کتابچه تیر کو، شبم تا ناوقت باور کو حسابی میکنم. به خسته شدم. حال خو دنیای تکنولوژی از رفیق. یکی از دوستای ما یک نرم افزار ساخته به نام صرافی مدرن. صرافای دیگه اما از این استفاده میکنه. قیمتش هم مناسب است. فقط با یک کامپیوتر و با یک تلفن ساده میتونی حوالات ثبت کنی، هم اجرا کنی، هم دقیق زود بفرستی برشان. فقط با یک کلیک کردن میتونی تمام حسابای روزمره تا جمع کنی. ای که چقدر آمد بود و چقدر رفت داشتی، چقدر است. چقدر خوب. کجاست خیر رفیقت؟ حالا زنگ بزن دیگه بیاید. ما میرم یک سیستم نیاز دارم. بیخی کتابچه بازی خاصه ساخته مرا باور کن. او روز هم یک از دوستای ما گفت که از این سیستم استفاده کو. ما از جا سرگپ حساب نکردم. و بیادر شما در کوڅه سرخ آمدی، کاری ما چی شد نه؟ صبر کو بیادر، نوبتت میرسه. هم رفیق، هم مشتریا خوش میشن، هم تو راحت میشی. اگه خواستی میگم فردا بیاین دکانت، هم معلومات بده برید و هم نصب کنه برید. زنده و سلامت باشی بیادر. بسیار تشکر. خیلی فردا امروز خود گرفته اگه میشه بیادر. ما واقعا ببینیم یک تکنولوژی ضرورت داریم در کاربار صرافی. نام خدا کار ما رو زیاد شده، کلان شده. حالا بیخی گپ از کتابچه و قلم گذشته. انشالله فردا خودم گرفتم میایم، بیخی دل جمع باشه. حالی همه حواله ما را اجرا کنه رفیق. صحیح است. از این کار اجرا کنیم با خیال از قندهار. خیر ببینید. خیر بخیر باشی بیادر. نمبر چند بود بیادر؟ 1829. از کجاست؟ کندهار. افغانی است یا کلدار؟ دلار چی است؟ یک 70,000 افغانی است. پیسه برای ما نو شبیه فهمیدی؟ صحیح است بیادر. پیسه که در بازار است امورا برات میتم. چرا سر صدا میکنی؟ صحیح است. مرا تذکریت بده کاکا. تذکره بله عزیزان دل، دوباره خوش آمدین. شما فکر نو را همکنون از سلام وطندار شنونده هستین و سلام مجدد دارم به شما هایی که مجددا پای رادیوهایتان آمدین و از فکر نو را مشنوین. و ما امروز در برنامه فکر نو در ارتباط به نوسازی سیستم های بانکی و صرافی ها صحبت میکنیم. بله و ما میزبان آقای مبارز هستیم. به شما برمیگردیم آقای مبارز. حالا ما از موانع یاد کردیم. به نظر شما با توجه به شرایط کنونی افغانستان کدام ظرفیت ها به خاطر حمایت از نوآوری جوانان در افغانستان وجود دارند؟
به خاطر ازی اگر ما شما ببینیم که تحقیق اگر صورت بگیرد باز ببینیم ما شما در تمام افغانستان آیا همه تو مراکز موجود است یا نیست. اول باید مرکز شناسایی شود در کدام جا است و بفهمیم که آیا اینمی مراکز اینمی کارهایی را که انجام میتاد امی اسلامی است یا غیر اسلامی. بعداً اگر اسلامی و غیر اسلامی شما شناسایی کردیم، اگر غیر اسلامی بود ما چطور میتونیم اینمی را به اسلامی مبدل کنیم. بعدن که شناسایی شد ما شما دیدیم که ما امی بخشا را داریم، اگر به سیستم اسلامی عیار نبود ما شما ایره به سیستم اسلامی باید عیار بسازیم. تمام اشخاصی که در بخش اسلام و در بخش مالی و در بخش فناوری اینها بلدیت دارن باید برای ما شما ایره راهنمایی کنن و در این مورد در این سیستم اینمی را جاگزین کنیم. اشخاص افرادی که جوانایی که امروز امی سیستم میسازن ما داریم در افغانستان، ایتا اشخاص افراد داریم که سیستم دیتابیس اینمیا جور کردن با هم با صرافی ها و هم با بخش های مالی و هم با دکاندارا و با اکثر اشخاص اینا اینمی سیستم عیار ساخته و مردم هم استفاده میکنن. ما میایم به خاطر از این که نه دایی کدام فساد شوه و این سیستم با تمام مردم هم از پیش استفاده کنن باید چی کارها را در نظر بگیریم. اولی است که ما مراکز باید ایجاد کنیم، از این مراکز باید درست استفاده صورت بگیرد و اگر سیستمایش مثلا درست نباشد امو اپلیکیشن ها را که ما شما میخوایم، دولت ما شما میخواه، سیستم ما شما میخواه، جوانای ما شما میخواه، اینمی جوانای افغانستان که امروز یا در خارج و یا در داخل تعلیم و آموزش دیدن و نمور چطور کنه افزایش بده. و دیگر این که اگر از این استفاده از فناوری استفاده صورت بگیرد اقتصاد افغانستان رشد میکنه. ببینین امروز در سراسر افغانستان اگر سیستم ما شما سیستم مخابراتی ما شما جور باشد در اونجا مردم از پیش استفاده بتوانند ما شما میتونیم که از این سیستما با بسیار زمان کم در وقت مناسب جنس خود را در جایی که مردم بر ضرورت دارد ارسال کنیم. اینمی مشکلی که امروز یا اقتصاد ما شما که عقب مانده اینمی است که ما از فناوری استفاده نمیکنیم. ما از اپلیکیشن هایی که ضرورت است در تمام افغانستان در سراسر افغانستان مردم شناسایی نداره، تعلیم نمیبینن. و دیگری است که وزارت مخابرات هم ایجاد سیستم ها و شبکات در تمام نقاط افغانستان باید اینها بسازد. تماس داریم، تماس را میگیریم. بله سلام علیکم. علیکم سلام پوپل صاحب، خوب هستین؟ ساعت من خیلی خوش آمدین. زنده خوش. نظری سیبال امیره که بسازه امی اپلیکیشن ها را کسایی که بسازه امی زمانت از یاره ای زمانت داشته باشه، امی و دولت خبر باشه نباشه مردم ها جور میکنه توپا بازی میکنه که مردم ما احساس میکنه که بسیار مردم ها را داریم بسیار چیزا در بسیار ولایت هایی که سواد کم بود پیسای مردم خورده شد. امی کدام زمانت داشته باشه. یعنی من یک سوال داشته. ممنونتان، انشالله که میمان برنامه ما پاسخ میتن. رازو هم دې خبره ته که چیرې موږ تاسو ګورو ټول خلک په دې باندې پوسیس یو اپلیکیشن جوړ سو. د اپلیکیشن جوړول څه معنا لري؟ اپلیکیشن ولې جوړ شوی ده؟ خلک ولې ترنه استفاده کوي؟ دغه کوم چې راجستر کیږي څوک راجستر کوي؟ دا نه ده چې مثلا خلک پوسي لکه دا اوس دا ورور وای زه تنس پوهېدلی. وزارت مخابرات د دې لپاره جوړ شوی چې دا اپلیکیشن وپېژني. افغانستان کې څومره اپلیکیشنونه دي کار کوي دا باید شناسایی سي. خو که یو سړی خپله نه پوهېږي ماغزه کار نه کوي او دې ته د فکر کوي لکه څنګه چې موږ ګورو میټاماکس په نامه باندې یو سیستم راغی ډېر خلک یې لوټ کړل. باید اول دولت خبر شوی وای دا باید بند کړی وای. خلکو ته د تاسې د رادیو دی عظیمی شبکات بر مردم گفته میشد که این تو یک اپلیکیشن آمده، این اپلیکیشن ضمانت نداره، ما با خاطر از این که از این اپلیکیشن هر کسی استفاده کنه اینی ضرر میبینه. اگر مثلا این شبکه‌های اجتماعی به مردم میگفت با این مشکل مواجه میشد. اونمویی که مثلا از این مفاد میبردن چرا آنها با دولتی را شریک نکرد؟ اگر دولت در این مورد خبر بود و اقدام نکرد این مشکل از دولت است و اگر شبکات اجتماعی خبر بود از این خبر نبود این مشکل امی شبکه‌های اجتماعی است. و دیگر این که کسی که مانند ما خوب نمیدانم اینقدر ما شاگرد هستم خودم، اگر ما هم خبر میبودم باید در این مورد به مردم
صحبت میکردم لایف میامدم در شبکات اجتماعی به مردم میگفتم که از این اپلیکیشن شما استفاده نکنید. بهترین راه و خوبترین راهی است که هر سیستمی که در افغانستان لایف میشود اگر این فراد باشد یا مردم فساد باشد باید اولی راجستر وزارت مخابرات در افغانستان بانک، اگر مالی باشد در افغانستان بانک، اگر مثلا جنس از یک جای به جای دیگه انتقال میتد وزارت تجارت، وزارت اقتصاد وظیفه‌اش نمی است که نمیره شناسایی کنه و بعدا مردم کارهای خود انجام بده. بدون از سرتیفیکیت ما نمیتونیم که با این اپلیکیشن ها، چون اگر این اپلیکیشن بیای باز اونمو از پیش ضمانت میگیره، با اساس ضمانت یا میتونن که فعالیت های خود انجام بدن. اگر کسی متضرر شد توان از زور از اینمی اپلیکیشن و ضمانتی که گرفته شده به مردم ارائه میکنه. ممنون از شما. به عنوان آخرین پرسش، به نظر شما دولت کدام سیاست ها و کدام راهکارها را میتونه بر تقویت اکوسیستم های اقتصادی افغانستان در پیش بگیره؟ بهترین راه اگر مثلا دولت ما شما میخواد که سیستم مالی، سیستم اقتصادی خوبتر شود، ما شما باید با تمام سیستم های جهانی را باید مطالعه کنیم. بله. با اساس سیستم جهانی کامیاب، اونی که مثلا ناکام شده باشه، کامیاب ترین سیستم ها باید او را بیاریم در افغانستان اپلای کنیم یا مثلا در اینجا مروج شه مردم از استفاده کنه. درسته شاید با ظرفیت های افغانستان شاید متفاوت باشه، با مو عیار بسازیم که مردم افغانستان اگر در اونجا مثلا والیوش یا ارزش بالا باشه بیاریم به ارزش مردم افغانستانی را برابر بسازیم، باز ما میتونیم که ما شما کامیاب شویم، ما شما میتونیم که یک دستاورد خوبتر را داشته باشیم. جهان سپاس از شما آقای مبارز که امروز در برنامه حضور داشتین و ایزان شنونده سپاسگزار هستم از شما که تا این دم شنونده برنامه فکر نو بودین و انشالله که موضوعی که امروز در برنامه صحبت شد مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تانسته باشیم که به آگاهی شما افزوده باشیم. و من هم سپاسگزار هستم از اینکه تا پایان این بخش از برنامه فکر نو همراه ما بودید. در این گفتگو تلاش کردیم نگاهی داشته باشیم بر نقش فناوری در بازسازی و نوسازی اقتصاد افغانستان، از تجربه های جوانان و نوآور ما گرفته تا با چالش های زیرساختی و فرصت های پیش رو بحث کردیم. آنچه که روشن است این است که فناوری نه تنها یک ابزار نیست بلکه راهی است بر عبور از بنبست ها، ایجاد شفافیت و فراهم ساختن زمینه برای رشد پایدار اقتصادی. نقش جوانان هم در این مسیر کلیدی است، اما بدون حمایت نهادهای دولتی، بخش خصوصی و همکاری های بین المللی این تلاش‌ها بی نتیجه نخواهد رسید. امیدوار هستم این برنامه فرصتی بوده باشه بر تأمل و انگیزه بر حرکت. تا دیدار دیگر در برنامه فکر نو، بدرود و همیشه شاد باشین. فکر نو. فکر نو. برنامه برای رویاپردازان شجاع و سازندگان آینده. از سلام وطندار 98.9